بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما مخاطبین عزیز کانال هوش مصنوعی جامع دادی. امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. با تولید محتوای دیگری در خدمت شما هستیم. موضوع این فیلممون در رابطه با تولید محتوا برای کلاس درس. ببینید شما خیلی مواقع میخواید که یک برنامه هفتگی زیبایی رو چاپ بکنید و بدید دست بچه ها یا مثلا در سر کلاستون نصبش بکنید. میخوام یه دونه از این تولید محتواها رو اینجا نشونتون بدم. خب میریم سراغ چت جی پی تی. صفحه اول که باز شد یا میریم روی ایمیج یا اینجا کرییت ان ایمیج رو میزنیم. خب میریم اینجا شروع میکنیم پرامپتمون رو به زبان فارسی مینویسیم. می‌نویسیم که یک تصویر برام بساز، افقی باشد، در ابعاد 16:2.9. خب بعد میخوایم بگیم چی؟ میخواهم برنامه هفتگی برای کلاس درسم بنویسم. خب بریم جلوتر. بگیم که از شنبه تا چهارشنبه باشد، هر روز 5 ساعت کلاس داریم. 5 زنگ بنویسیم. 5 زنگ داریم. برنامه خالی باشد تا خودم آن را دستی پر کنم. خوبه؟ دیگه چی میتونیم بگیم؟ بگیم سراغ سبکش. میگیم سبکش کاموایی باشد و کودکانه. دیگه چی؟ اینجا پایتون رو میتونیم بنویسین. مثلا نام آموزگار کلاس مثلا علی رحمانی باشد. نام مدرسه مثلا شهید نوری باشد. هرچی میخواید خودتون اضافه کنید دیگه، مهم نیست. نام مثلا شهید نوری باشد برای مثال. همینه. به نظر من خوب باشه. بزنیم ببینیم چی در میاد. سبکش رو گفتیم، ابعادش هم که گفتیم، برنامه هم گفتیم. خب بزنیم تولیدش کنه که اگر ایرادی داشت در پرامپت بعدی اصلاحش کنیم. خب همچنین که نام کنید این تصویر رو برای ما درست کرد. خب ببینیم ایراداتش کجاست. همچنین نگاه میکنید یک تصویر خیلی شیک و واقعا زیبایی درست کرد. یعنی برنامه هفتگی کلاسی ساعت ها رو 1 2 3 4 5 آورده. شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه. برای کدومم 5 تا جا گذاشته. خب نام آموزگار رو نوشته، نام معصرم شهید نوری رو نوشته. طرح خیلی شیک و قشنگی درست کرده. خب این یه برنامه هفتگی. دیگه چی میتونیم با هوش مصنوعی درست کنیم؟ خب بریم یه چیز دیگه هم که بخوایم توی کلاس درسمون اون رو هم انجام بدیم اینه. مثلا میتونیم ما بیایم در رابطه با قوانین کلاسی هم بگیم چیکار کنه برامون تصویر بسازه. میگیم یک تصویر افقی در ابعاد 16:2.9 بساز در مورد قوانین کلاس درس. سبکش هم این دفعه میگیم چی باشه؟ مثلا کانوایی گفته بودیم، این دفعه بگیم سبکش هم مثلا شما بگید. میشه از خودمون مثلا میتونیم بگیم که شیشه‌ای، نه شیشه‌ای ذره شیشه‌ای باشد، یا مثلا میتونیم سبکش هم خمیری باشد. خب قوانین کلاس هم میتونیم بگیم اینجا چی باشه. مثلا میگیم 5 قانون داریم. با اجازه قبل صحبت اجازه بگیر. با صدای بلند صحبت نکن. قوانین مثبت میگیم، نمیگیم داد نزن. مثلا میگیم کلاس را تمیز و مرتب نگاه داریم.
واسه بلند صحبت نکنیم، اینجا شنو بعد اجازه بگیریم. خب کلاس رو تمیز و مرتب کنیم. دیگه چی؟ مثلا میتونیم بگیم که به دوستانمان در درس کمک کنیم. و مثلا یکی دیگه به این به دوستانم. خب مثلا یه نمونه دیگه هم که بگیم، میتونیم بگیم که از وسایل مدرسه به خوبی محافظت کنیم. خب همین حد به نظرم کافی باشه. خب اینو بریم درست کنه ببینیم برامون. خب اینو میزنم تا آماده بشه. خب تصویر رو برای ما ساخت. بریم ببینیم چی ساخته. خب ببینید به صورت خمیری چقدر زیبا ساختهش. قبل صحبت اجازه بگیریم، با صدای بلند صحبت نکنیم، کلاس رو مرتب و تمیز نگه داریم، به دوستانمون در دست کمک کنیم، از وسایل مدرسه به خوبی محافظت کنیم. حالا شما اگه اینو بردارید بیارید مثلا یک تصویر در حد مثلا آسه چاپش کنید. خب و میتونید بعد چیکار کنید؟ پرسش کنید یا لمینیتش کنید و رو توی کلاس نصبش بکنید. چقدر زیبا میتونید به راحتی چیکار کنید؟ یک طرح به این زیبایی رو نصب کنید. یا میتونید در حد مثلا بچه ها همون در حد آچار یا آ5 چاپش کنید. مثلا چاپش که کردید مثلا پرس کنید به دست بچه ها. خب اینم از این. در خدمت سلامتی خودتون، خانوادهتون و سلامتی آقای امام زمان هست مهدی عجلن و تعالی فرج شریف سلامتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرج. یا علی یارتون، خداوند پشت و پناه